تو خیلی غلط میکنی. زندگی خودمه، به کسی هم ربطی نداره چه غلطی دارم میکنم. چون زندگی خودته باید برینی توش. از کی تا حالا زن گرفتن اسمش شده ریدن تو زندگی؟ آخه حیوون، کی میره با زنی که هم از خودش 6 سال بزرگتره، هم قبلا شوهر کرده، هم از شوهر قبلیش بچه داره، ازدواج میکنه که توی گوساله بخوای دومیش باشی؟ بله. ها؟ چی میگی؟ داداشت کار دارم. بگو با داداشت کار دارم. ای بابا با من کار دارم. سلام آقا امیرحسین. یک کنی؟ یک کنی 700 شده. باشه آقا امیرحسین. مشکلی؟ نه آقا امیرحسین. یه پیرن سفید گرفتم تو کمد بی زحمت و توش کن واسه شب خواستگاری میخوام. هی من میگم نه، هی حرف خودشو میزنه. بابا داداش من، خوشگل من، هیچ فکر کردی در همسایه چی فکر میکنن در موردمون؟ حرفای مردمو نمیدونی چیه؟ میگن پیمانشون رفته یه زن مطلقه بچه دار گرفته. چی جواب میخواین بدیم؟ من شاشیدم تو حرف مردم. در همسایه شغل شریف این آقا رو نمیگن، زن گرفتن منو میگن. همین مردم پس فردا بیفتی بمیری و مراسم خاک سپاری بارون بگیره هیچ کدوم نمیاد. یکی میگه کفشم گلی میشه، یکی میگه سرما میخورم، یکی میگه موام خیس میشه. چند ساعت بعدش هم به فکر اینم با نهار ختمت نوشابه زرد بخورن یا مشکی. شوهر داشته، خلاف شرع که نکرده، بچه داره. اگه لیاقتشو داشته باشم نوکریشو میکنم. فردا شب من میرم خواستگاری. اگه اومدید منت سرم گذاشتید، اگه نیومدید میرم میگم بی کس و کارم، ولی دوستش دارم. پیمان وایسا منم میام. فردا شب چی ندارم بپوشم ها. نمانده در دلم دگر توان دوری، چه سود از این سکوت و از این صبوری.